پادشاهی دستور داد 10 تا سگ وحشی تربیت کنند تا هر وزیری رو که از او اشتباهی سر زد جلوی آنها انداخته تا با درندگی تمام او را بخورند. در یکی از روزها یکی از وزیرها نظری داد که موجب پسند پادشاه نبود. دستور داد که او را جلوی سگ‌ها بیاندازند. وزیر گفت 10 سال خدمت شما کردم، حالا اینطور با من معامله می‌کنی؟ حالا که چنین است 10 روز تا اجرای حکم بهم مهلت بده. پادشاه گفت این هم 10 روز. وزیر رفت پیش نگهبان سگ‌ها و گفت می‌خوام به مدت 10 روز خدمت اینها رو بکنم. او پرسید از این کار چه فایده‌ای می‌کنی؟ وزیر گفت به زودی بهت میگم. نگهبان گفت اشکالی نداره. وزیر شروع کرد به فراهم کردن اسباب راحتی برای سگ‌ها، از دادن غذا و شستشوی آنها و غیره. 10 روز گذشت و وقت اجرای حکم فرا رسید. دستور دادن که وزیر رو جلوی سگ‌ها بیاندازند. مطابق دستور عمل شد و خود پادشاه هم نظاره‌گر صحنه بود. ولی با چیز عجیبی روبرو شد. دید همه سگ‌ها به پای وزیر افتادن، تکون نمی‌خورند. پادشاه پرسید با این سگ‌ها چیکار کردی؟ جواب داد 10 روز خدمت اینا رو کردم، فراموش نکردن، ولی 10 سال خدمت شما رو کردم، همه اینها رو فراموش کردید. پادشاه سرش را پایین انداخت و دست